ماهی تا توی آبه که نمیفهمه آب چقدر عزیزه. وقتی بر خشکی میفته، یعنی از آب خارج میشه، تازه میفهمه آب یعنی چی. نفسش، زندگیش وابسته به اون آبه. ما همیشه چیزهایی که عزیزند تا در دسترسمون هستن متوجهشون نیستیم. وقتی از دست میدیم میفهمیم. گاهی یک قدم زدن ساده تو خیابون رو آرزو میکنیم. گاهی یک دقیقه نشستن با پدر رو، با مادر رو، با عزیزی رو که از دست دادیم آرزو میکنیم. وقتی هستن متوجه نیستیم. وقتی نیستن میفهمیم چقدر عزیز بودن و ما بیخبر بودیم. برای همین که ماهی وقتی به خشکی میفته میفهمه آب چقدر ارزشمنده. عاشق وقتی از معشوقش جدا میشه میفهمه چه چیزی رو از دست داده.